این الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر جمع میپرسد که من در یک آشخانه کار میکنم که در اونجا بعضی حالات میشد که گوشت حرام باید بپزانیم. آیا چه حکم داره؟ من در همین کارخانه، در همین بگم آشخانه کار کردن من و پول گرفتن من که اویلی که اونجا میگیرم حلال هست یا اینکه درست هست درست نیست است در همینجا کار کردن؟ چی میگید شما در این موضوع؟ در فقه بیوع فرمودگی است که اگر چی اگر بگم ایرپورت ها باشد، چون که اگر که در جایهای دیگر باشد، اگر که همین چیز حرام آمیخته باشد در اونجا، مثلا پختنش باشد یا که دیگر چیزها رو به آماده کردنش باشد، این کار حرام هست، جایز نیست است. و در فتوا هم دارالافتاء هم به این فتوا هستند که اون انسان هایی که اگر در هم جاهای حرام کار میکرده باشند یا اینکه مثلا چی پختنش باشد چی آماده کردنش باشد، از جمله گوشت خوک باشه که گوشت های حرام دیگر باشد، اونها رو کار کردنشان جایز نیست است و از اونجا پول کار کردن اویلی گرفتنشان جایز نیست است، حرام هست. و در دیگر دولت‌های کفار هم همین حکم دارد. در دولت‌های مسلمانان به طور اولا که در این خیل جاها مسلمان نباید کار کرد. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله.